اعلام کردن که آقا لورا گرونترین عروسی‌ها رو میگیرن. راستش این گرونی من به عنوان یه لور بهتون میگم این هیچ ربطی به تجملات و اینا نداره. مثلا عروسی ترکا ما رفتیم این شکلیه که 20 نفرن ولی تجمل خیلی شدیده. لورا زیادن. ما 5000 نفر توی عروسیم و خب گرون در میاد دیگه. 5000 نفر آدم گوشتخوار رو موقع بدید توی خب معلومه گرون در میاد. یعنی این شکلیه که و همه میاد میشناسه. تو کار کینی؟ تو کار علی اصغری؟ چقدر بزرگ همه با هم دوستن. یه ارگم میارن. یکی این بحث تعداده که باعث میشه عروسی گرون شه. دوم بحث مهماته. واقعا خب الان مهمات به خاطر تحولات منطقه‌ای ما گرون شده. این فشنگ برنو فشار میاره به ما. شما ببینید چقدر تیر توی عروسی لورا شلیک میشه. خب این خرج داره دیگه. اینا بحثیه. بعدش هم بحث دیگه است. توی عروسی لورا اکثرا دعوا میشه آخرش. اصلا تو کارت عروسی ما می‌نویسیم از ساعت 7 تا وقتی دعوا شه بین یه ادبام نبود. اونم هست که اونم باعث خرج زیاد عروسی میشه و یعنی ما اهل تجملات و اینا خدای نکرده نیستیم. حالا به جز اینا البته پیرمردان خودشون یه خرج جداگونه دارن که یه اتاقی هست میرن اونجا جمع میشن با هم دیگه چای نبات چیزی میزنن. اون خودش هم کمر شکن خرجش برای خانواده داماد، برای خانواده عروس البته باشه. تریاک پیرمردا با خانواده عروسه.